میگه خداوند شبان منه، خداوند نور منه، خداوند هدایت کننده منه. خداوندا به من هدایت کن، اگه من آمریکا اومدم برای تو چی کار بکنم. اینه که میگن land of opportunity. اگه در آمریکا آمدید میتونید 20 سال زندگیتون رو با چیزهای بی خود تلف کنید. میتونید زندگیتون رو مثل خیلی ها که با جیب خالی اومدن آمریکا، با دست خالی اومدن، درس خوندن، کار کردن، خانه، زندگی، کار، همه چی مناسب و در زندگی رشد کردن برای اینکه هدف داشتن. در خداوند هدفمند بشیم، در خداوند از خداوند قدرت بخواهید و قدرت شما در زبانتون هست. به خداوند بگید خداوندا من بر افکار منفی خودم غالب میشم، چون میدونم که تو شبان من هستی، محتاج به هیچ کس نخواهم شد. احتیاج من از انسان نیست. بدترین نوع نیاز اون نیازیه که وقتی یه نفر میبینین هنرپیشه معروفی است، همه به او احترام میذارن، در همه جا محبوبه، و این هنرپیشه یواش یواش پیر میشه، دیگه از اون محبوبیت سابق میفته، خودشو تو آینه نگاه میکنه میبینه واو چینه چروکاش هم دیگه نمیره با هیچ چیزی، و بعد محبوبیتش کم میشه. خواننده است، شخص معروفی است، اما خداوند میگه وقتی در من باشی، هر روز که در من بمانی، محبوبیتت پیش من بالا میره، قدرت تو پیش من زیادتر میشه. اینه که وقتی پولس رسول برای خداوند خدمت کرد، در یه فیلمی میدیدم وقتی سرباز رومی میخواست سر پولس رو قطع کنه، گفت من مأموریت خود را انجام دادم، مرا زیستن مسیح هست و مردن نه. چون میدونی برای چی زندگی میکنی، چون میدونی که برای تو زندگی هدف داره. ای آدمای مذهبی و شریعتی، به جای چسبیدن به مذهب بچسبید به خداوند. Religious no, spirituality yes. با خداوند روحانی بودن، با خداوند وقت گذاشتن، از خداوند تغذیه کردن، از قدرت او پر شدن ما را یاری میده که در زندگی امید داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، هدف داشته باشیم. خدمتش کن. وقتی مریم جلوی صلیب عیسی مسیح بود و میدید چگونه پسر او را دستا و پاهاشو میخ زدن، بر سرش تاج خار گذاشتن، میدونست که عیسی مسیح برای نجات بشریت جان خود را میده. ولی همونجا مسیح به مادرش نگاه کرد و گفت به شاگردش یوحنا از مادر من مراقبت کن، چون مسیح به مادرش احترام میذاشت. مادری که جوانیشو گذاشته بود برای عیسی مسیح، 33 سال نمونه ای شده بود برای عیسی مسیح. مادران امروز روز تولد عیسی مسیح برای مسیح نمونه باشیم. مادران اون فیلم ها و گیم های وحشتناک رو از جلوی دست بچه ها بردار، که بچه های شما عزیزان به جای اینکه از کودکی براشون اسلحه بخریم که به بعد اینجا در این آمریکا هر روز شاهد کشتارها هستیم به خاطر اینکه اون فیلم های وحشتناک، اون بازی های وحشتناک، اون گیم ها رو میارید، که یه روز ندانسته، خود من نمیدونستم، خانومم برای پسرم یه گیمی خریده بود و خودش هم ندیده بود، اون گیم وحشتناک که همش کشتار بود، و بعد میدیدم خود پسر من چقدر ناآرامه با بازی با این گیم ها. و بعد میایم میبینین مدارس یه جوون 20 ساله اسلحه رو ور میداره، میره 20 نفر رو میکشه، میره 20 کودک بیگناه رو از بین میبره. و شما امروز در آمریکا میبینید از گهواره تا گور دانش بجور. در آمریکا میگه از گهواره تا گور وایلنت بجور، کشتار. نوجوانای ما نشستن پای تلویزیون گارداشیان و مارداشیان و جری اسپرینگر و آزبورن فامیلی شو رو نگاه میکنن، چون توش چیزی وجود نداره به غیر از زندگی خالیشون. چرا؟ برای اینکه وقتی روحانیت نباشه باید با یه چیزی خودتو مشغول کنی. سن تو پیر شده، از تنهایی مجبوری برید جلوی این کازینوها وقتمون رو بذاریم، پولمون رو بذاریم که یه مقدار مغزمون آروم بشه از مشکلاتی که داریم. پولمون رو بذاریم مواد بخریم،
یک کمی مواد مصرف کنیم که مغزمون آروم بشه از اون مشکلات، از اون کودک‌های درون، از اون سختی‌ها مغزمون رو خراب کنیم که ببینیم امروز کلی از جوانای ایرانیمون و غیر ایرانی در اعتیادات مواد مخدر گرفتارن. خداوند میگه به من توکل کنید. خداوند میگه از هر نوع کینه و نفرت میخوام آزادتون بکنم، ولی شرطش اینه که در من مثل مریم امین و وفادار خدمت کنین. برای اینکه تولد عیسی مسیح، دوست دارم برای نسل جوونمونم 2 کلمه به انگلیسی بگم. My dear friend, this is the days of Christmas. This is the days of New Year. And I want to invite you to Jesus. I want to invite and encourage you that by believing Jesus and accepting your heart, you can find that new salvation. Your life will be revival. You will have passion for God, and you will serve the same way that all the ministers in Old and New Testament they served. Find it, Lord, I need to know what's your blessing, what's your vision, and what's your calling for me. And I want to serve you with calling, with gift and vision. Lord, give me that spiritual blessing. I need that spiritual vision to serve you with the spirituality, not religion. Make me free from all darkness and bitterness in your mighty name. چند کلامم به ارمنی بگم. Seliha vatatsjalner, եթե գլենդելում, բրբանքում, որտեղում կաք, որ հայրեն եք իմանում, այս սուրբ ծնունդյան օրը քեզի հրավիրում եմ Հիսուս Քրիստոսին։ Ուզում եմ արեք, միանանք, ծառայենք, որ եկեղեցին, որ եթում ես Տերոջը առիթ տաս, որ քո սուրբ հոգով Աստծունը քեզ լցնի եւ քեզի ծառայության կանչում ենք, որտեղ Հիսուսը երեք եւ այսօր եւ հավիտյան նույնն է, որ կարող է քո կյանքը փոխի, կարող է քեզ ազատի դառնությունից, ցանկամոլությունից, դատելուց, դատողությունից, նախանձից, ագահությունից, անժուշկալ կյանքից եւ պարգևե հույս եւ հավատք եւ սեր Հիսուսի անունով. My dear friends, God loves you. خداوند دوستتون داره. بیایید به خداوند یه وعده بدیم. خداوندا همونجور که مریم تو را خدمت میکرد در روزی که عیسی به آسمان رفت و مریم مادر عیسی مسیح با 120 نفر در بالاخانه مشغول دعا بودند، میگوید مریم بین رسولان مسیح خدمت میکرد. امروز خداوند در کلامش میگه اگر من شبان تو هستم محتاج به هیچ چیز نیستی، در مرتعهای سبز تو را خواهم خواباند. یعنی جاهایی که میری زندگیت کامیاب میشه. بعضی از ایمانداران هستن که میگن من میخوام برادر روبیک در زندگی خودم اراده خداوند رو انجام بدم، اما نمیدونم خواست خدا چیه. برای گروه جوانان که شروع کردیم در تاهانگا و داریم خدمت میکنیم، بعضی از جوانان میان میگن برادر روبیک کلیسا میریم اما بعد از شنیدن موعظه نمیدونیم چگونه بتونیم در این زندگیمون خدمت کنیم خداوندا. یادمه وقتی 14 ساله بودم رفتم به کشیشمون گفتم منم میخوام کشیش بشم. گفت عزیزم بیا از شستن دستشویی‌های کلیسا شروع کن. گفتم آخه این که خدمت نیست. گفت از اینجا شروع کن. بعد یواش یواش 18 سالمون شدیم کشیش جوونا. اون موقع خب جوون بودیم. بعد 20 سالمون شد اولین کلیسا رو تأسیس کردیم. 21 سالمون بود ازدواج کردیم و رفتیم 7 سال جبهه جنگ ایران و عراق. اونجا کشیش بودم. در زمانی که جنگ ایران و عراق بود بنده مخابرات کار میکردم. خونه خودم رو کلیسا کرده بودم. از خونه ما چندین کشیش بیرون اومدن، اونم 31 سال پیش. چرا؟ چون اگه میخوایی در جوانی یوغ را به گردن بگیری باید حاضر باشی برای خداوند همه نوع کار بکنی. پس بیایید سال جدید رو با قدرت جدید آغاز کنیم. یا امین قوی بگید. اونایی هم که دوست ندارید این برنامه ها رو برنامه دیگه میخوایم بچرخونین، یه آمین رو بگو بچرخون. دوم، اونایی که میخواید خدا رو خدمت کنید هیچ کس را نمونه خودتون قرار ندید به غیر از خداوند. برای اینه که ما در مسیحیت مرجع تقلید نداریم. همه ما گناهکاریم و از جلال خدا قاصریم.
همه ما به هم دیگه تشویق میکنیم ولی هیچ کدوم را نمونه خودمون نمیسازیم. نمونه ما مسیحه. سوم، هدف بندی کن. خداوندا میخوام خدمتت کنم مثل مادر ترزا که دست خالی، یه دختری از رومانیا اومد و رفت در فقیرترین فقیران مردم هندوستان بزرگترین خدمات را انجام داد، چون دستش خالی بود، قلبش پر. میدونست میتونه برای دنیا کارهای بزرگی انجام بده. چهارم، برای اینکه بتونی خداوندو خدمت بکنی باید از چیزهایی که تو رو منفی و افراد منفی دوری کنی. بهتره 2 تا دوست سالم و مثبت داشته باشی تا 100 تا دوست منفی. قهوه خورا خوب توجه کنید. دیگه کافیه بشینید قهوه ارمنی بخورید و تخمه بشکنید و غیبت کنید. امسال غیبتاتون رو تعطیل کنید. به تو هیچ ربطی نداره همسایت خوبه یا بده، کی خوبه کی بده. بدی و خوبی من مال خودم. خودت رو نگاه کن، به خودت نگاه کن، به دیگری نگاه نکن. اونایی که میخواین گناهان خودتون رو با گناهان دیگران بپوشونید مراقب باشید. هرچی از دیگران بد بگید که خوبی خودتون رو نشون بدید بدتر میشه. به خداوند بگی خداوندا من میخوام به من نشون بدی چجوری تو رو خدمت کنم. چند تا گل بخرید، برید خونه سالمندان، برید بیمارستان ها، اگه میتونید برید زندان ها، اگه میتونید به فقرا غذا بدین، اگه میتونید برید معتادان را یاری کنید، اگه میتونید برید مشاوره، یک خانواده ای که دارن نابود میشن مشاوره بدید، اگه میتونید برید یتیم خانه ها بچه ها رو خدمت کنید. دلیلی که آمریکا شده فقط جهانخواریش نیست. دلیلی که آمریکا شده اینه که فرهنگی که از مسیحیت اومده، اعتماد و محبت در این کشور قویه. شما شاید باورتون نشه ایرانیای عزیز، آمریکا مذهبی ترین کشور دنیاست. بنده در 48 استیت آمریکا سخنرانی کردم. میدونم که در این کشور چقدر ایمانداران قوی هستن و زندگیشون رو اعتماد بنا شده. و بیایید امروز الگوی خوبی هم بگیریم گاهی اوقات از افرادی که خدمات مثبت انجام میدن. اونا رو مرجع تقلیدشون نمی کنیم ولی از زندگی خودشون که خدمات خوبی انجام دادن الگو میگیریم، نمونه میگیریم. بیایید به خداوند بگیم خداوندا تو که شبان من هستی، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتاهای سبز مرا میخواباند و نزد آبهای راحت رهبری میکند. این سرور سلامتی، این پادشاه صلح، این عیسی مسیح که هر جایی میرفت آرامش و قدرت خودشو میداد، امروز بر در قلب من و تو میکوبه و میگه اجازه بده وارد بشم، صلح و آرامش خودم رو برای تو بیارم. آرامشی که مافوق عقل است، آرامشی که در اون شکایت و گله و ناله رو میذاری کنار، غرغر رو میذاری کنار. به خداوند میگی خداوندا منو یاری کن تا واقعا ثانیه های زندگی من برای جلال اسم تو باشه. بیا قلب منو آرام کن، قلب منو پر کن، به من شادی نجات رو بده، به من نیرو بده که هر جایی میرم مردم منو میبینن قیافه من باعث آرامش اونها بشه. شاید باورتون نشه شما اگر آدم شخصیت خوبی دارید برید جای اگه این بچه کوچیک دادن بغلتون، بچه گریه نکرد و خودشو اذیت نکرد، بدونین بچه شما شخصیت آرومی دارید. و فراموش نکنید بارها گفتم خداوند امروز میخواد که ما تسلیمش بشیم. دیکتاتوری مذهبی که وقتی مذهبیون خواستن بیارن معتقد به این هستن که خداوند یک قومی را، یک گروهی را مذهبی را تعیین کرده که خدا از طریق اونها به مردم حکومت بکنه، که این میشه تئوکراسی یا حکومت خدا بر مردم رو میخوان از طریق چی؟ رهبران دینی اجرا کنن. زمان عیسی مسیح هم بود، سنگسار میکردن مردم رو. یک زن زناکار رو میگرفتن میآوردن وسط و او رو با سنگ میزدن که میمرد. اون زمان عیسی مسیح هم بود، فقط طالبانیا نبودن. مذهب همینه، دین همینه، شریعت همینه، امر به معروف نهی از منکر.
اینو انجام بده اونو انجام نده. بنده ترافیک سکول که درس میدم بارها دیدم قوانین، زیاد بودن قوانین نمیتونست انسان آزاد کنه. بنابراین اصلا بحث ما بحث دینی نیست. همه از نسل ابراهیمی